دوستان چطوری؟ چهارخیر مکسیزن هستم. اومدیم با ماشین بازی نیسان، این دفعه با تست کیای اپتیما. چون که کسی کامنت نذاشته بود خودم یه ماشین رو شانسی انتخاب کردم و آوردیم که با هم دیگه ازش تستای عجیب غریبمون رو بگیریم و ببینیم قراره چی کار کنه. برو بریم سراغ ویدیو. لیتس. خب بچه ها برو بریم لیتس گو ببینیم میخواد چی کار کنه. شتابی که نه، شتابی خوب بود. بالاخره بر باز کردن این ماشین باید پول خرج کنید دیگه، چون داخل نسخه حرفه‌ایه. و ببینیم میخواد چیکار کنه این اپتیما زیبا. وای وای وای. اپتیما حالا یه کاری کنه من نمیتونم یه کاری کنم. میدونید چی دارم میگم؟ شاید اپتیما بتونه با سرعتش یکم زیاد بره، ولی من نمیتونم این کار رو انجام بدم، نمیتونم کنترلش کنم. اما مگه اینکه پارس رو بتونم داخل ماشین بازی پیجو پارس کنترل کنم داخل سرعت 300 تا. البته این معلوم چند تا سرعت داشته، ولی خب خواهم ببینیم چی کار میکنه. در کل سرعتش خیلی خوبه، کیلومتر نداره متاسفانه ماشین، ولی سرعتش واقعا خوبه. یه لایی ماشین نیست وگرنه لایی میکشیدم. آخرم زدم به 11 میدم به این تست. الان ادامه ندم بهتره، چون ادامه بدم هی تصادف میکنم و بدتر و بدتر. بریم سراغ تست بعدی. خب بچه اومدیم با تست بعدی، تست حلقه های مرگ که 3 تا از حلقه ها رو قراره بریم. ارتفاع ماشین آوردم یکم بالا. اولین حلقه ای که قراره بریم امیدوارم بتونه خوب عمل کنه. فکر نکنم. بله چپکه زاد فکر کنم گیر کنه. بله وضعیت رو نگاه کنم، ولی خوب بود نسبت به حتی این تست رو ما تازه اضافه کردیم با هوندا 125 که معمولی اومدیم اینو رفتیم داغون، اصلا نتونست بره، برگشت خوردش. خب بریم برای این یکی که باید از توی حلقه ها رد بشیم. آیا میتونه یا آیا نمیتونه؟ عالی بود، درسته که خورد به خاطر اینکه من یکم کش بریدم. برای این پیچ پیشیه نمره 3 از ضوابش میدم. ما 100 اومده 4 از ضوابش میدم. برای این 3 تا حلقه ها رو بهش 10 میدم. و بریم برای حلقه های بلندتر از اینجا میخوام بپریم. لیتس یکم بریم. آیا میتونه بپره؟ آیا نمیتونه بپره؟ من که میگم نمیتونه بپره. خیلیه نگاه کن، خیلیه. ما با هواپیما فکر کنم باید بریم بالاتر رفت. آقا این تست رو بیخیال کلن. بریم سراغ تست بعدی. خب بچه ها ما اومدیم با تست سیستم تعلیق که ببینیم میخواد چیکار کنه. اول از همه روی این میریم. ببین چایی دستت باشه ریخته نه البته حاجی خوب داریم میاد. نه حاجی به افتضاح هم نبود، میدونید افتضاح نبود ولی خوب هم نبود. 6 از 10. بریم برای این یکی ببینیم میخواد چیکار کنه. لوله چیه؟ لیره تو لوله، لیره میله برعکس همش و فکر نکنم کار خوبی باشه ولی خوبه داره. خوب دووم آورد برای این یکی که خیلی بلنده. تو نباید اینجوری رو برم. من حس میکنم دارم بد میرم. ببین من خوب داره میره باز. ماشین کره این خوب نبود. داخل کل سیستم تعلیق نمره 8 میشه چون خوب بود. حاجی خیلی خوبه، ارتفاع بالاتر بود، عالی بود. بریم سراغ تست بعدی.
خب رفقا اومدیم با تست بعدی، تست آفرود که ارتفاع رو همونی که بود گذاشتم و رنگ ماشین رو دارم عوض میکنم. فقط بریم ببینیم میخواد اپتیما چی کار کنه. بده با قسمت بالاترین شیب ببرمش، چون سعی میکنم همه ماشینا رو از اون قسمت ببرم. وسط رو هم ترمز میکنم. بریم ببینیم چی کار میکنه این ماشین کره. آیا میتونه بره؟ اینجا هم حال میکنم ترمز بگیرم ببینم میره یا نه. بازی داره میره. نه دیگه نمیره. هی ترمز میگیره و یهو باز میره بالا. آقا قبول کنیم دیگه رفت. خب بریم برای تست بعدی. و خب رفقا این هم بود از تست کیا اپتیما. حتما ماشین بعدی رو داخل کامنت ها بنویسید وگرنه من قرار ماشین سمی براتون بیارم دیگه. مرسی که دیدید. فعلا خدافظ.